در مدت 3 ماه اخیر 2 خبر از شربت‌های سرماخوردگی و ضد سرفه تولید شده در هند به طور گسترده در رسانه‌ها منتشر شد. در اوایل اکتبر سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد مصرف داروهای ساخت یک شرکت تولید دارو در ایالت هاریانای هند منجر به مرگ 66 کودک در کشور گامبیا در غرب آفریقا شده است. 4 داروی آلوده‌ای که در گامبیا شناسایی شده به کلیه‌ها آسیب می‌زنند. تاکنون 66 کودک پس از مصرف این داروها جان باختند. این داروها شربت‌های سرماخوردگی و ضد سرفه ساخت شرکت داروسازی میدن در هند هستند. پس از این اطلاع رسانی خط تولید دارو در این شرکت متوقف شد و نهادهای نظارتی وزارت بهداشت هند کار بررسی آزمایش خود را درباره محصولات این تولید کننده دارو آغاز کردند. نمونه این داروها به آزمایشگاه مرکزی داروهای هند در کلکته ارسال شده و پس از دریافت گزارش اگر اثبات شود که اشتباهاتی صورت گرفته به شدت با آن برخورد می شود. نتایج بررسی ها تقریباً 2 هفته پیش اعلام شد و وزیر دولت مرکزی هند به نمایندگان مجلس نوشت داروهای تولید شده کیفیت و استانداردهای لازم را داشته‌اند. هنوز پرونده این شربت‌ها در گامبیا کاملاً بسته نشده بود که هفته پیش خبری از ازبکستان روی خروجی رسانه‌ها آمد. وزارت بهداشت ازبکستان اعلام کرد 18 کودک پس از مصرف شربت تولید شده در کارخانه تولید دارو در شهر نویدای هند جانشان را از دست دادند. ما بیش از 10 سال است که در بازار داروی ازبکستان حضور داریم. سابقه نداشته که چنین مشکلی ایجاد شود. حالا هم تنها از یک بیمارستان این گزارش‌ها اعلام شده که این هم مشکوک است. باید بررسی شود. وزیر بهداشت هند از تعطیلی این کارخانه و آغاز بررسی ها درباره این ادعا خبر داد. همه منتظر اعلام رسمی وزارت بهداشت هند درباره ادعاهای مطرح شده در صنعت داروسازی هند هستند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، نویدا.